دخترای ایرانی یکی از خوشگل‌ترین آفریده های این سیارن. البته نه همشون، اونایی که ظاهرشون اصیل مونده رو میگم. چون ببین الان این مدلی که دماغ تو عمل میکنی، مدلی که لب و گونه و چونه و شقیقه و بالا و پایین تو درست میکنی، فرم موجه و ابرو و مو و ناخون و دندونت که حتی دیگه اینا مال خودت هم نیستن، همش سبکش غربیه. یعنی تو دیگه عملاً دختر ایرانی نیست، ظاهرت یه چیز عروسکی مصنوعیه که یه مرد اصیل هم هیچ وقت اینو نمیپسنده. یا حالا شرقی، فرق نداره. یه سری دوستان شبیه این کره‌ای‌ها بشن یا شخصیت‌های انیمه. فازتون چیه؟ 7000 سال تمدن داری، دنبال چی میگردی تو فرهنگ شرق و غرب؟ چی خوشگل‌تر از سبک زندگی پارسی؟ حالا یه سری عمل و آرایش جزئی هم اونقدر بد نیست. یکی مثلا میونی بینیش طفلی خیلی کجه، یه عمل عادی میکنه و درست میشه. ولی اینکه از سر تا پا تو بکوبی، یه چیز جدید بسازی، حتی مدل لباس پوشیدنت، مدل حرف زدنت، کلا سبک زندگی مصنوعی باشه، این توهی از ارزش واقعا. چون ببین این که میگن دختر ایرانی زیباست فقط در مورد ظاهر نیست. دختر ایرانی زیباست چون مثل پدرش کوروش شجاعه، وطن پرسته، با ایمانه، هنرمنده، خودآگاهه، عاشقه، مثل ملکه ایرانی. اون قدم قوی هست که ظاهرشو همون جوری که خداوند براش تعیین کرده نگه داره. این دخترها واقعا زیباترین آفریده خودن.